خنده کودکان، شادی مادران و حیات آسایشته مردمان برای هر یک دولت و خلق و ملت ارزشی بی‌بها دارد. از این رو هر یک جوان پسری خود آگاه خودشناس را ضرور است که با شجاعت و مردانگی، اراده قوی، صدق و صمیمی دوست داشتن وطن برای پاینده و جاویدانه و استوار و بیگزند نگاه داشتنی تنجی و آرامی، وحدت ملی، صاحب استقلالی و پیشرفت و شکوفایی این سرزمین مقدس در هیئت ارتش ملی خدمت حربی نماید و در روز و لحظه های ضروری برای حمایه دولت و ملت و دفاع از این همه نعمت بی‌نظیر آماده باشد.